معنای عشق چیه؟ اونجایی که تو یه آدم رو اصلا انقدر زیبا میبینی که در اون آدم چیزی رو زنده میکنی که اون آدم دنیاش عوض میشه. عشق در مرحله یکش اینه که شما عاشق یک کسی میشید. در مرحله 2 انقدر درست میبینید، نوازشش میکنید، خوبیشو به جا میبینید، بدیشو پانسمان میکنید و درمان میکنید تا استعداد شکوفا بشه و اون آدم عاشق خودش بشه. اگر در عشق کاری نکنید که یه آدم عاشق خودش بشه، اصلا مرحله عشق کامل نمیشه. متاسفانه اون عشقای الکی که هست، ما کاری میکنیم که آدم ها در نهایت از خودشون متنفر بشن و اینه که ایراد داره.